عظما را، روح تصویر برداری الیاس بازو با مدیریت رحمت خیری. بسم الله الرحمن الرحیم. علی بذکر الله تسمع القلوب. برادرهای من از یادها رفتند، برادرهای من از یادها رفتند، برادرهای من با بازها رفتند، برادرهای من آن نازنین شمشادها. یه مسئله گفت مادر دل سوزه داین دامن که باعث شده با وجود تأثیر شدیدی که دارم برادر جوانم، برادر ارزشمندم، برادر صادقم، نیستم زیاده روی کنیم در تعریفات. یه انسان صادق، انسان زحمتکش، انسان سالم که خیلی امیدها داشت به خاطر بچه‌هاش، خانواده بتونه خدمتی به فامیل بکنه، به طایفه بکنه، یه وجود ارزشمندی بوده. متاسفانه در بهار زندگی به خزان میشه به خاطر نادانی، به خاطر جهالت، به خاطر بیخبری. متاسفانه در بین ما نیست. ما به اتفاق جمعی از برادران شما که همه مسئولن، یا مسئولن به ادارات یا مسئولن به طایفه، همه ز دل پاک به خاطر حسابی که رو جناب علیا دارن. آقایون دویلم بدونه که همدردی صمیمانه بکنه، همراهی بکنن با خانواده و نگرانی بهمون حق بدیم. همون که گفتم مادر دل سوزه داین دامن خیلی عمل بکنه، دست شکستنه، پای شکستنه، حتی دل شکستنه او تحمل بکنی، اما وقتی دستت افتاد لاشت ناقصه. یک گهو که میره یه ستون زتی افته. اگر ایلت خراب بود، اگه فامیلت به هم بریزه، همه خانوادت خرابه. ما ایچه به خاطر شهرت نبیدیم، به خاطر دلسوزیه، به خاطر احساس مسئولیت و انتظار دارم گویلم این احساس مسئولیت درک بکنم و دوست پایبند. کسی خطایی کرده، جنایتی کرده، همه ما در کنار شما این قانون وظیفش انجام بده و به نتیجه رسونیم. شکی نیست. خودمون هم اتفاقا اصرار داریم که زودتر قانون وارد صحنه و با وظیفه‌اش انجام بده و انجام خواهند داد. اما انتظار دارم از عزیزانم، از خانواده‌ام. هنوز ما از هم فاصله نداریم، هنوز خدا را هست و در اینجا آقا سلیمون هست. ما خانواده رو دوست داریم. وقتی با همین خوبیم، وقتی برقراریم خوبیم. هر کسی که فرمان به اختلال بده، هر کسی که به هم ریختگی مورین خواهانه موری نیست، انسان نیست، خواست خدا باشه. اگر مقدرات بری باشه که آزاد نمیره نمیمیره، اگر تمام تیراندازا به شلیک بکنه. بنابراین ایمان به خداوند در درجه اول و بعد خانواده بزرگ موری آقایون یه گوشه ز این مال تش گره، اون تش به هونه ما هم سرایت کنه، به هونه تک به تک شما سرایت کنه. خودمون حفظ بکنیم. من در بلای سخت بیدایت فضل بزرگ مردی و سالاری. هر که من سختی افتاد، توی خطر افتاد، خود جمع کرد، عقلش غالب کرد به احساساتش، او انسان بزرگیه. اندی کاری نداره نهید دادن، کاری نداره خون خرابی. یک کبریت بزن جوشی چادر سرد تازه سوزه، ولی تا این چادر رو درست بکنی شاید ماها طول بکشه، سالها طول بکشه. ما انتظار داریم که گویلمون ما با دلسوزی گوییم، با احساس مسئولیت. خانواده ما زمانی خوبه که همه با هم مشت گره کرده بود، هر وقت هم لکه نشست لکه طریق پاک بکنیم. ولی ای خانواده به هم ریخت چی؟
و فکر کنیم ما همون که بلند ببینیم لاشامون رو نشون بدیم بگیم آقا بین ما ماشاءالله به سر پا و ماشاءالله به قد بالایی و نه، از سر دلسوزی و مسئولیته. خیلی زیگویلتون مسئولیت دارن، بخشدارن، فرماندارن، مدیر کلن، معاون وزیرن. واقعا نگران نبینن، نگرانن که خانواده به طور کل آسیب نبینن. عامل نگرانی بله قابل دفعه، اصلا هیچ بحثی هم درش نیست، ولی ستونهای خانواده همه نباید بریزه. در ضمن شما همه یه خانواده اید. اصلا نه اون آدم بین شما چی بگه، اصلا حالا بحثی نداریم در این موضوع. فقط میترسیم همه بهم تکلیف کردن، اترسیم که یه ناکسی یه فرصت طلبی خانواده رو بریزه به هم، خانواده منو بریزه به هم، فتنه انگیزی بکنه. خب منتریم هم محکوم بکنیم، همترین پیگیری بکنیم. هر کسی باید به حق جنایتش برسه، شکی نیست، ولی اجازه میدیم کسی بین خانواده ما فتنه ایجاد بکنه. اجازه میدیم خونه همون خراب بشه. بله یه خونه زمین خراب بوده، ولی قبول بکنیم اونا همه خراب بوده. الان هممون نگرانیم، الان هممون ناراحتیم. موضوعتون خواهش کنم تک به تک، به خصوص از عزیزانم، حتی اشعاری که خونده بود در وصف او مرحوم، باید او اشعار طوری باشه که موجب تحریک نشه، موجب نگرانی نشه. کی نخواهی این چیزی کی رد بکنیم؟ همه همین زنگل، برگل، بچل، همه به هم پیوسته، همه به هم بست. اشکال نداره اگر کسی ناقص، نامناسب، جنایتی کرده باشه بره میخواییم، ولی همه منتریم هم دیره نبینیم، تریم هم دیره نخواهیم. این منطقه باید آباد بکنه، باید مردم با هم زندگی بکنن. جایی ندی نداریم، همین جایگاه اجدادیه، همین ریشه ایمانه. باید اینجا زندگی بکنیم با تمام تلخ و خوشی ها. اینقدر اتفاقات افتاده، ولی آدم های خیرخواه، آدم های شریف و نجیب نشتن که طایفه به هم بریزه. ما موندیم، DPIL زندگی بود، اونا که مردن رفتن با تمام ارزش ها، با تمام خاطرات. شما ها موندیم. باید به خیری بینیم شدیم، بس خونه آباد کن باشین، خونه خراب کن به درد هیچ کس نیست. ببین یه اشتباه، یه جهالت، یه بیشرمی باعث شده که سراسر ایران هر جا موری بختیاری وابسته ناراحت بود. من اون خوش آرامش نداره. گفت خدایا حالا کسی اونو موچه چی کنه، نکنه یه مشکلی پیش بیاد، نکنه یه ناراحتی دیگه پیش بیاد. دوست دارم همالا که این مصیبت پیش بیده بتونه افتخار بکنم که عاقلانه با شخصی یه بیشرمی باعث شده که سراسر ایران هر جا موری بختیاری وابسته ناراحت بود. من اونو خود آرامش نداره. گفت خدایا حالا کسی اونو موچه چی کنه، نکنه یه مشکلی پیش بیاد، نکنه یه ناراحتی دیگه پیش بیاد. دوست دارم همالا که این مصیبت پیش بیده بتونه افتخار بکنم که عاقلانه با شخصیت و محترم پیگیر کارتون باشید، جنایتکار به مجازات برسه، اما بقیه از هم نزنن، حتی خانوادش. اتفاقا خودتون نقص همه گناه کردن. من از طرف تمام برادران چیچنم، به طرف تمام این موری، نه تنها به طرف DPIL که به نظر زنگل نه فرقی کنه. انتظار دارم DPIL هم خشتنداری بکنه، لیاقتتون حفظ بکنیم. خیلی به بختیاری ها نگاه کنن الان شاید چی کنیم. چند روز دیگه که یه مقداری مسائل افت کرد، خودتون فکر کنیم که اعتبارداری کردیم بین مردم که مردم مثال بزنن بگن آقا خونه موری جوانش کشته شد، جوان با ارزشش کشته وادی، ولی بزرگ منشی کردن، خودداری کردن، پدرداری کردن.
دادم دست قانون کن آقا بکش یا هر چی، اما اونها یک دل خراب نکرد، اما یک بینه نمازید. واگذارتون کردم به خدا اجازه ندیم شیطان و شیطان صفتا بینتون دخالت بکنه. هر کی ببرن یه گوشه ای، هر کسی کار بکنه از ما نیست، موری نیست. هر کسی فکر کنه از ما به آزاد نزدیکتره اشتباه میکنه. ما بی تفاوت نیستیم و بی تفاوت نیستیم که بی تفاوتی بین خانواده‌مون بخواد مشکل ایجاد. بهتون اطمینان دارم سالهای سال به اندازه سن خم هیچ نشنیدم که شما مشکل داشتید این داخل این منطقه. به خاطر هم شاید هیچ وقت نداریم چون ضرورتی نداشت. بودیم خانواده‌مون جویلمون درویلمون با آرامش دارن زندگی کنن، با شخصیت دارن زندگی کنن. خیلی خوبیم، خیلی خوب بودیم. این اتفاق افتاده که اینجا معلوم ما بود چند منیم، چقدر خود داریم، چقدر بافه. امیدوارم از این حادثه سربلند بیرون بیاد. امیدوارم که ما بریم و نگران اینجا نباشیم، کما اینکه علاج داره ولی روحمون با شما، دلمون با شما، دلمون با شما. نشنوم آقایون، نشنویم که کسی بیا بگو 2 تا مورد یک کردم سر یادی. ما خودمون مدعی شدیم به قانون اطلاع بدیم که تصمیمات انجام بده. هر وقت قانون انجام نداد هممون ترین جماع بودیم خودمون مجازات. این لیاقت داریم. امیدوارم خداوند به روح این جوون که ما تعریف بی خود رو کسی نکنم، هر کی به اندازه خود، چون به هر کس سوال کرد روی آدم با شرف، آدم آرام، نجیب، زحمتکش و حتما آمرزیده. توی ماه رمضان، توی ماهی که همش دعا و قرآنه، همش ثواب رحمت خدا رده، شاید به تیر حادثه ولی خواست خدا که در یه شرایط بهتری من و دنیا من بهش زندگی کنه، با پاکان و نیکان مشتی سر گویلم در میارم، اثر دلسوزی حرف زیدم. امیدوارم به دلتون نشسته باشه، به وجدانتون نشسته باشه و ما هم با خیال راحتی منطقه ترک بکنیم و با خیال راحتی چه زندگی بکنیم، چون انصافا نتریم بی تفاوته. اصلا جا نگیرم گویلم تا بسون بودیم سر از پا نشناخته یه 2 شوره بین من و مکتلمون در احواز تهران در اصفهان ویدنی که با هم ویدن خدمت جناب عالیا که همین عرایز بکنن که من خدمتتون گفت. امیدوارم خداوند روح جوان ما رو، برادر عزیز ما رو با پاکان و نیکانش منشور بکنه و به بازماندگان، به عزیزان غم دیدن خداوند صبر بده، حوصله بده و به همه ما خداوند حوصله بده که برای مصیبت بنشینیم و پایداری و خودداری بکنیم. به خاطر شادی روح مرحوم و ارواح در گذشتگان جمع حاضر فاتحه از صلوات. برای سلامتی همچین شخصیتی صلواتی عنایت بفرمایید. انصافاً صحبت‌های گوهربار عبدالحسین محمدی رو باید نوشت. حرفاش خیلی قیمت داره، بهش افتخار بکنیم. گیله بود. تشکر ویژه وافر از این برادر سخنران با معلومات. جناب آقای من به شخصی میگم چون احترام خاصی قائلم، بیش از اینم شخصیتش میدونم، پروفسور عبدالحسین محمدی کرپلویی، برادر ادیب بزرگوار. خیلی شخصیت‌های ارزنده‌ای در بین این جمعیت حضور دارن، مهندسین، مشاورین، عزیزانی با سواد فرهیخته در رأس کار که باعث افتخار شماها هستن. باید به برادریشان افتخار خواهیم کرد. غمی که ما خورم نادون چه دونه
200 دینار یکی حیرون بمونه اگر درد اگر درد دلم به تو بگویم خدایا لب سوزد زمین اوریون بمونه